خب توی قسمت بعدی میخوایم بریم خیلی کوتاه منوی آخر یعنی منوی دیدبان رو هم با هم دیگه بررسی کنیم. اگر شما وارد صفحه اصلی بشید و در قسمت سمت چپ منوی دیدبان رو انتخاب کنید، میبینید که ارزهایی که حالا مورد نظر من هستن در بازار کریپتو یعنی بیت کوین، دوج کوین، ریپل و اتریوم رو بهم نشون داده، تغییراتشون رو، قیمت لحظه‌شون رو برام آورده که دیگه حالا لازم نباشه مثلا من بیام برم داخل بخش مارکت یا حالا توی یه وبسایت خارجی اون ارز رو پیدا کنم. مثلا اون ارز ممکنه چه میدونم ارز 65 بازار باشه یا ارز 66 باشه و هر ارز جدیدی که شما بخواید اضافه کنید میتونید روی این دکمه علاوه کلیک کنید و حالا مثلا من میخوام ارز دای رو اضافه کنم، روی دنبال کردن میزنم و از این به بعد جزو لیست قیمت ها ارز دای رو هم بهم نشون میده و حالا اگر من بخوام که اخباری که مربوط به ارز دای هست رو هم مشاهده بکنم، از اونجایی که فالوش کردم اولا که توی منوی هوم یا خانه برای من نشون میده و حتی میتونم وارد بخش اخبار اون بشم و اخباری که مربوط به ارز دای هست رو مشاهده کنم. پس این منوی دیدبانم ابزار خیلی خوبیه که به ما کمک میکنه که بتونیم یه جورایی ارزهای مورد نظرمون رو شخصی سازی کنیم. حتما میتونید از این ابزار خیلی راحت و کاربردی استفاده کنید.